یکی از برکات ذکر صلوات از بین بردن نفاق درونی، نفاق برونی، نفاق اجتماعی. در چند روایت این تعبیر آمده که الصلاة تذهب بالنفاق، ذکر صلوات نفاق رو میبره. در یک روایتی در اصول کافی از پیغمبر عظیم الشأن علیه و آله السلام این تعبیر آمده: ارفعوا اصواتکم بالصلاة علیه فانها تذهب بالنفاق. در این روایت حضرت میفرماید موقع صلوات ارفعوا اصواتکم بالصلاة علیه فانها تذهب بالنفاق. معلوم میشه بلند گفتن این ذکر و خود این ذکر اثری داره برای از بین بردن نفاق و تفرقه و دوگانگی که در افراد هست.